همین عکس امام آمریکایی خیلی عرض میخوام. حالا چون ارزش دلار رفته بالا، حالا از فردا جوگیر نشی بگی میخوام از این به بعد فقط در ازای فروش کالا دلار از مشتری بگیرم. آقا این پول تقلبیش زیاد شده تو بازار ایران. اگر که دلار شناس هستی و آدمی هم که ازش میخوای دلار بگیری مطمئنه این کارو بکن. اگر که میخوان تعداد زیاد دلار بگیرین از مشتری، حتما دونه بدونه چک بکن. فقط کافیه یک برگ این دلار تقلبی باشه. الان همین یک 100 دلاری به پول ما میشه 14 میلیون تومان به تاریخ الان که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم. دونه بدونه‌شو چک بکنین که اصلی باشه، وگرنه اگر بخوای فقط همینجور بشموری و فقط روی همین عکس امام آمریکایی خیلی عرض میخوام عکس همین فقط دقت بکنی بگن این اصلیه، اینجا تو پاچتون میره. مواظب باشید، ممکنه قاطی همین دسته ها حتی ممکنه یه دونه هم تقلبی قاطیش بذارن. الان ارزش همین یک برگش حدود 14 میلیون تومانه. 14 میلیون تومان آره مبلغ زیادی نیست، شاید براتون پول خورد باشه، ولی همین که طرف تونسته یک برگ دلار تقلبی تو پاچتون کنه براتون گرون تموم میشه. حتی ممکنه آبروتون رو ببرن، بگم فلانی آره یه دلار تقلبی بهش دادیم متوجه هم نشد. اینجوری بده این بده.